کروب یک عفونت دستگاه تنفسی است که معمولاً بین سنین 6 ماهگی و 3 سالگی رخ می‌دهد. شایع‌ترین علت آن عفونت با ویروس پاراآنفولانزا نوع 1 و 3 است، هرچند که می‌تواند توسط ویروس سنسیشیال تنفسی، آنفولانزا و آدنوویروس نیز ایجاد شود. تخمین زده می‌شود که پسران 40% بیشتر از دختران مبتلا می‌شوند. این عفونت باعث التهاب در دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی می شود و به طور خاص حنجره، نایژه‌ها و حتی در برخی موارد پارانشیم ریه را درگیر می کند. به همین دلیل کروب را لارنگو تراکئوبرونشیت نیز می نامند. تورم ایجاد شده می تواند باعث انسداد راه هوایی شود، به ویژه در ناحیه ساب گلوت، که این امر منجر به علائم مشخصی مانند خشونت صدا، سرفه و افزایش تلاش برای تنفس می شود و در برخی موارد ممکن است به نارسایی تنفسی منجر شود. علائم اولیه شامل نشانه‌های سرماخوردگی مانند آبریزش بینی و سرفه معمولی است که حدود 12 تا 72 ساعت قبل از شروع سرفه خاص ظاهر می شود. این سرفه خاص به عنوان سرفه‌ای شبیه پارس سگ توصیف می شود که اغلب شبها بدتر می شود. گرفتگی صدا نیز شایع است و تب در حدود 50% موارد وجود دارد. ممکن است علائمی از دیسترس تنفسی مانند تاکیپنه، استریدور، پرش پره‌های بینی یا تو کشیدگی قفسه سینه و شکم دیده شود. با در نظر گرفتن اینکه این علائم معمولاً در شرایط اضطراب بدتر می شوند، آرام کردن کودک بسیار مهم است. تشخیص کروب بالی نیست، یعنی آزمایش خاصی لازم نیست. در موارد نامشخص، گرافی ممکن است تنگی زیر حنجره را نشان دهد. در صورت شک به اپیگلوتیت یا تراکئیت باکتریایی به دلیل خطر بدتر شدن انسداد، گرافی انجام نمی شود. اکثراً عفونت 3 الی 4 روز طول می کشد و می توان کودکان را در خانه با تبر و مایعات درمان کرد. طبق دستورالعمل نایس، برای هر کودکی که مبتلا به کروب تشخیص داده می شود، 1 دوز واحد کورتیکواستروئید مانند دگزامتازون توصیه می شود. برخی مطالعات نشان دادند که این درمان می تواند نرخ موارد نیاز به بستری را تا 50% کاهش دهد و اثر درمانی آن ظرف 2 ساعت مشخص می شود. در موارد متوسط یا شدید، از آدرنالین نیبولایز شده نیز استفاده می شود. در مواردی که علائم دیسترس تنفسی، سیانوز، هایپوکسی یا کم آبی وجود داشته باشد، بستری توصیه می شود که ممکن است شامل اکسیژن مکمل تا تهویه اندوتراکئال باشد.